سلام دوستان، روز زیبای شما به خیر و شادی باشه. امروز با بخش آخر از کتاب از تنش تا آرامش در کنارتون هستم. بخش آخر بیشتر در مورد مسائلی هستش که در کتاب قرآن اومده. بیهوده نبودن نظام آفرینش. خداوند حکیم در آیه 115 سوره مومنون از قرآن مجید آدمی را از تفکر احتمال بی هدف دانستن نظام خلقت برحذر می دارد و چنین می فرماید: آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده ایم و اینکه شما به سوی ما بازگردانیده نمی شوید؟ بر اساس این آموزه در فرایند نظام آفرینش انسان و حوادث پیرامونی آن، اعم از طبیعی و دستساز آدمی، چه خوشایند و چه ناخوشایند، همگی ناشی از حکمت خداوندی برای عبرت آموزی و امتحان آدمی است. 2. هدف از مرگ و زندگی. در آیات دیگری ایزد منان هدف از آفرینش را آزمون نیکوکاری و درست کرداری بیان می نماید. خداوند در آیه 2 سوره ملک چنین می فرماید: همون که مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید و اوست ارجمند و آمرزنده. در آیه 7 سوره کهف نیز چنین می آموزد: در حقیقت ما آنچه را که بر زمین است زیوری برای آن قرار دادیم تا آنان انسانها را بیازماییم که کدام یک از ایشان نیکوکارترند. خدای حکیم در آیه 7 سوره نیز این چنین یادآوری می نماید: و اوست کسی که آسمانها و زمین را در 6 روز آفرید و عرش او بر آب بود تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارترید. بنابر آموزه‌های فوق، خداوند بخشی از هدف آفرینش را آزمایش این موجود سرآمد و در قله تکامل خلقت، یعنی انسان که آزاد و خودمختار است، بیان می‌نماید. 3. هدف آفرینش انسان. در آیه 56 از سوره الذاریات ایزد متعال هدف از آفرینش جن و انس را عبادت، نزدیکی جستن به کمال مطلق و الگوگیری از او ذکر می کند. بنابراین انسان که جزئی از پدیده آفرینش است هم بیهوده آفریده نشده و هم هدف از خلقت او مشارکت در آزمون انتخاب بهترین کار کرد و البته برای او حرکت در مسیر تکاملی نزدیکی به کمال مطلق، یعنی خداوند قادر و دانا با برخورداری از حق آزادی انتخاب سامان داده شده است. 4. اصلاح باورشناختی نسبت به حوادث. همون گونی که پیشین اشاره کردم، جهان مشمول از حوادث تلخ و شیرین، خوشایند و ناخوشایند برای سلایق گوناگون آدمی است و هر فرد به هر مقدار که خوشبینانه با این حوادث متنوع برخورد نماید، از نظر سلامت جسمی و روانی آسیب کمتری متحمل می شود. با عنایت به این مفروضات، آیه 218 سوره بقره تأمل‌زاست. در این آیه حکیم توانا چنین می‌فرماید: بر شما کارزار واجب شده است در حالی که برای شما ناگوار است و بسا چیزی را خوش نمی‌دارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست می‌دارید و آن برای شما بد است و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید. در این آیه خداوند حکیم به مکروه‌ترین پدیده زندگی آدمی که همان را جنگ است اشاره می کند که گرچه این امر ناخوشایند است، ولی اگر در مسیر رفع موانع رشد بشری و هدایت شده توسط انبیا و اولیای الهی باشد، خیر فراوان در آن نهفته است که با چشم نزدیکبین انسان‌های معمولی قابل پیشبینی نیست و برعکس هر پدیده‌ای که با ذائقه انسان‌های کوتاه‌بین خوشایند بود، ممکن است در دراز مدت
سرانجام آن شر و بدی باشد. 5. هیجان زدایی از حوادث. یکی دیگر از ابعادی که در راستای مدیریت تنش از دیدگاه دینی میتوان مطرح نمود، موضوع تعدیل و اصلاح نگاه تند هیجانی نسبت به رویدادهاست. همان موضوعی که امروزه معلوم شده است که خانواده‌هایی با بروز هیجانی بالا نقشی مؤثر در برخی آسیب‌های روانی و به صورت خاص در عود اختلالات روانی ایفا می‌نمایند. و این اصلاح نگاه هیجانی به خوبی در آیه 22 و 23 سوره الحدید بیان شده است. هیچ مصیبتی نه در زمین و در نفسهای شما نرسد مگر آنکه پیش از آنکه آن را پدید آورین در کتابی است این کار بر خدا آسان است تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به سبب آنچه به شما داده شده است شادمانی نکنید و خدا هیچ خودپسند فخر فروشی را دوست ندارد. بر اساس این آموزه بسیار مهم دینی، انسان‌ها از بروز افراط هیجانی چه هیجان غم و اندوه زیاد در برابر حوادث تلخ و ناخوشایند و چه هیجان سرور و شادی افراطی در مواجهه با حوادث خوشحال کننده منع شدند. و چون همه دستورات دیگر دینی، خداوند عالم روند اعتدال در همه امور را میپسندد. آزمون انگاری نسبت به حوادث. بر اساس آموزه قرآنی، خداوند تمامی حوادث ناخوشایند را به گروه اصلی ترس و نگرانی و اضطراب، گرسنگی و فقر و ناکامی، کمبود و یا از دست دادن مال و ثروت و دارایی، کمبود و یا از دست دادن سلامتی و نفرات، کاهش و یا از دست دادن میوه و محصول تلاش و عمر و زندگی تقسیم نموده و مواجهه با آنها را به عنوان مفاد موضوعات آزمایش و امتحان آدمیان برشمرده است و قبول شدگان در این آزمونها را در زمره مقاومین و پایداری کنندگان در برابر این ناملایمات احصا نموده است. چنانکه در آیه 155 تا 157 سوره بقره خداوند متعال چنین می‌فرماید: و قطعاً شما را به چیزی از قبیل ترس و گرسنگی و کاهشی در اموال و جانها و محصولات می‌آزماییم و مژده ده شکیبان را. همان کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد میگویند ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز میگردیم. بر ایشان درودها و رحمتی از پروردگارشان باد و راه یافتگان هم خود ایشانند. تقویت مکانیزم‌های روانی سازگارانه. جورج وایلانت، استاد روانپزشکی دانشگاه هاروارد و همکارانش گروهی از مردان را برای مدت بیش از 50 سال مورد مطالعه قرار دادند. این مطالعه هنگامی آغاز شد که مردان مورد مطالعه دانشجوی سال اول دانشگاه هاروارد بودند و در این مطالعه مشخص شد کودکی پرنژاد و همراه با خصوصیاتی نظیر آسیب روانی ناچیز، توانایی بازی و برقراری روابط بین فردی مطلوب با صفات مثبت شخصیتی در دوران میانسالی ارتباط زیادی دارد. آنها نیز متوجه شدند که با پیشرفت سن در فرد سلسله مراتبی از مکانیزم‌های دفاعی شکل می‌گیرد. دفاعها در طول طیفی قرار دارند که بازتاب دو وجه شخصیت هستند: ناپختگی در مقابل پختگی و آسیب روانی در مقابل سازگاری عینی با محیط بیرونی. به علاوه با پخته تر شدن فرد تغییری در روش‌های دفاعی حاصل می شود. وایلانت به این نتیجه رسید که تکامل روش‌های سازگاری سالها طول می‌کشد و بلوغ و پختگی بیشتر به رشد درونی مربوط است تا تغییرات محیط بین فردی.
او طرحواره‌ای برای یک روانشناسی مثبت ارائه داد که به جای جنبه‌های منفی یا مرضی بر جنبه‌های بهنجار یا مثبت تفکر، احساسات و رفتار توجه دارد. او گروهی از مکانیزم‌های دفاعی پخته یا سازگارانه را شناسایی کرد که فرد را قادر می‌سازند با استرس‌های زندگی مدارا کنند. افرادی که از این مکانیزم‌های دفاعی استفاده می‌کنند، احتمالاً به سازگاری بهنجاری در زندگی دست یافتند که این سازگاری خود را به صورت ثبات اقتصادی، زندگی شاد، رضایت از زندگی زناشویی و احساس ذهنی و شواهد عینی سلامت جسمانی نشان می‌دهد. به عقیده وایلاند، دفاع‌های پخته و سازگارانه عبارتند از نودوستی، والایش، پیشبینی، شوخ‌طبعی، ریاضت‌کشی و سرکوب. دفاع‌های سازگارانه در مردان و زنان به یک نسبت وجود دارند و در تمام گروه‌های اقتصادی اجتماعی دیده می‌شوند. فردی که از انطباقی ترین دفاع‌ها استفاده می‌کند، به دنبال حوادث استرس‌زای زندگی کمتر از سایر افراد دچار افسردگی می‌شود. در مطالعه وایلاند به طور تصادفی مشخص شد در مردانی که در جنگ شرکت داشتند، کاربرد دفاع‌های سازگارانه نقش محافظت کننده‌ای در برابر اختلال استرس پس از سانحه PTSD داشته است. با توجه به مراتب مذکور در این مقوله، با توجه به آموزه‌های دینی، به برخی از توصیه‌های قرآنی که در راستای تقویت مکانیزم‌های دفاعی پخته و سازگارانه آدمی است اشاره می‌شود. انتظار داشتن حوادث از جمله مواردی که در آموزه‌های دینی به آن تاکید شده است، موضوع انتظار داشتن حوادث ناخوشایند است که در راستای آمادگی آدمی و به تبع تقویت مکانیزم دفاعی انطباقی سازگارانه میتوان نام برد. آیات مربوطه به شرح زیر اشاره می شود. پروردگار مهربان در آیه 125 سوره توبه چنین افاضه می‌فرمایند: آیا نمی‌بینند که در هر سال یک بار یا 2 بار به وسیله جهاد یا پیشامدهای دیگر انسان‌ها آزمایش می‌شوند ولی نه توبه می‌کنند و نه پند می‌گیرند. در آیات 67 تا 69 سوره اسراء چنین می‌خوانیم: و زمانی که در دریا سختی و آسیبی به شما رسد، هر که را جز او می‌خوانید ناپدید و گم می‌شود و هنگامی که شما را با سوق دادنتان به سوی خشکی نجات دهد، از خدا روی برمیگردانید. و انسان با اینکه الطاف خدا را همواره در زندگی خود لمس می‌کند، بسیار ناسپاس است. آیا ایمن هستید از اینکه شما را در کنار خشکی فرو برد یا بر شما طوفانی از شن و سنگریزه فرستد؟ سپس برای خود حافظ و نگهبانی نیابید؟ آیا ایمن هستید از اینکه بار دیگر شما را به دریا برگرداند، سپس طوفانی سخت که با خود ریگ و سنگ می‌آورد بر شما فرستد و به سبب اینکه ناسپاسی کردید غرقتان کند؟ آنگاه در برابر کار ما برای خود پیگیر و دفاع کننده‌ای نخواهید یافت. خداوند متعال در آیات 97 تا 100 سوره اعراف نیز چنین می‌فرماید: آیا اهل شهرها ایمنند از اینکه هنگام شب عذاب ما را در حالی که خوابند بر آنان درآید؟ آیا اهل شهرها ایمنند از اینکه هنگام روز عذاب ما در حالی که سرگرم امور دنیایی‌اند بر آنان درآید؟ آیا از عذاب و انتقام خدا ایمنند در حالی که جز گروه زیانکاران خود را از عذاب و انتقام خدا ایمن نمی‌دانند؟ آیا سرگذشت عبرت‌آموز پیشینیان برای کسانی که زمین را پس از صاحبانش به ارث می‌برند روشن نکردند که اگر ما بخواهیم آنان را به کیفر گناهانشان می‌رسانیم و بر دل‌هایشان مهر می‌زنیم، سپس آنان دعوت حق را نشنوند؟ از مجموع نکات آموزه‌های دینی فوق چنین استنباط می‌شود که بروز حوادث تلخ و ناکامی امری بدیهی در نظام آفرینش است. ولی انسان‌ها جز در تنگناها این سختی را با تمام وجود لمس نمی‌کنند و البته از آن هم درس عبرت نمی‌گیرند. و حالانکه خداوند هم دانای به این امور است و هم او می‌تواند دفع کننده آنها باشد.
سرکوب لذایذ نفسانی. نفس آدمی که توانمندی حرکت تکاملی به سوی صعود و ترقی دارد، در این حال آسیب‌پذیری حرکت لغزشی به سوی مرداب سقوط را نیز دارد و آفریدگار دانا انسان حریص به رفتن به لغزشگاه‌ها از خصوصیات ذاتی و فطری آدمی را از تن دادن به خواسته‌های بی‌حد و حصر نفس برحذر می‌دارد و جزای افراد مقاوم در برابر لذایذ نفسانی و تسلیم ناپذیر محض در برابر هواهای نفسانی را بهشت برین الهی ذکر می‌کند که در اینجا به تعدادی از آیات قرآنی مربوط اشاره می‌شود. و گفتیم ای داوود، همانا تو را در زمین جانشین و نماینده خود قرار دادیم. پس میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می کند. بی تردید کسانی که از راه خدا منحرف می شوند چون روز حساب را فراموش کرده اند عذابی سخت دارند. سوره صاد آیه 26. در آیات 40 تا 42 سوره نازعات چنین آورده شده: و اما کسی که از مقام و منزلت پروردگارش ترسیده و نفس را از هوا و هوس باز داشته است، پس بی تردید جایگاهش بهشت است. خداوند منان برخی دستورات و احکام دینی که تا حدی سخت و ریاضتکشانه تلقی می شود را فرمان داده است تا تمرین عملی برای مقابله با حوادث تلخ قابل انتظار بعدی در جریان زندگی باشد. پایداری و مقاومت و صبر و حلم که از مهمترین مؤلفه مقابله و مواجهه با حوادث تنش‌زاست به وفور در آموزه‌های دینی یافت می شود. بدیهی است که در برخی از حوادث دستاز آدمی به صورت عامدانه و از روی دشمنی و خصومت منجر به زیان و آسیب به دیگران می شود و در این گونه حوادث تلخ علاوه بر بروز خشم و غضب از ناحیه فرد آسیب دیده، احتمال اقدام متقابل و تداوم کشمکش و استمرار تنش وجود دارد. در این موارد مشخصاً آموزه‌های دینی برای گذشت و عفو و اغماض از دیگران و فرو بردن خشم کارساز است. برای فردی که با حوادث تنش‌زا روبرو می شود، با وجود عملی نمودن همه تدابیر برشمرده فوق، اینکه بداند پیروزی و یا شکست ظاهری او در برابر مشکلات و حوادث برای او چه سرانجامی خواهد داشت بسیار مهم و حیاتی است. در آموزه‌های دینی تمام ادیان توحیدی یکی از صفات بارز اولیای الهی که آنها را به عنوان الگو معرفی می‌نماید، پایداری آنان در راه رسیدن به اهداف و مأموریت‌های الهی با وجود تحمل سختی هاست. خب دوستان عزیزم، اینم از آخرین قسمت از این کتاب. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. مرسی که با من همراه هستید. یادتون باشه من شما رو خیلی دوست دارم، خیلی زیاد.